یکی چی است، یکی عمل جرمی است که کسی انجام میده، او دلیل بر این نمیشد که ما سر کل چیز تو چلیپا بکشیم. امان الله خان بسیار کارهای غلط کرد و او را باید غلط بکنیم و از او درس عبرت بگیریم. اگر امان الله خان همین کارا را نمیکرد، چه یک انسان عظیمی در تاریخ ما بود. کل ما و شما او را دوست می‌داشتیم. و این اشتباهاتی که کرد، ولی تو سوال میکنی و سوال میکنی، ای کاش نمیکرد، ای کاش نمیکرد. بنابراین این نقاطش از او درس بگیریم. برای پاچه‌های نو خود ریشخنده را بگم که مردم امان الله خان واره نکنین، با دین جفا نکنین، علیه از دین ستیزی نکنین، اما تو که او سقوط کرد تم سقوط میکنی. این درسش بگیریم. ولی قضیه استقلال افغانستان و کار خوبی که او کرد، او را خود نادیده نگیریم. یک بیلانس باید رعایت بکنیم. دو، رسول علیه السلام میفرماید که شما مرده هایتان را احترام بگذارید، او را دشنام نتین. و تو نیست که او کافر بوده باشد. و کل تاریخش بعد از غلطی‌هایش هم باز بگیریم. این اشتباهات کرد، پس که اقرار میکنه و اشتباه خود را قبول میکنه، میگه کاش که همین نمیشه، ایرش هم باید نظر بگیریم. بنابراین من میگم که زبان خود را باید با احتیاط خلاص بکنیم. جزاکم الله خیر.